سلام علیکم. حال شما چطوره بچه ها؟ خوبین؟ چه خبر؟ در نبود ما چی کارا میکردیم؟ من فکر کنم بیشتر از 2 سال و 3-4 ماه 2 سال و نیم 3 سال نمیدونم نیستم دیگه. اصلا یهو تصمیم گرفتم روی یوتیوب فعالیت نکنم. راستش دلیلش هم این بود که این تتلیتی ها می اومدن زر می زدن، همش می گفتن نمیدونم نردبانی تتل بلان، انگار ما مثلا 20 سال دیگه کارمونو تتلو بوده. تتلو شروع نکرده بود، من بودم تو این کار بودم. خلاصه تصمیم گرفتم دیگه کار نکنم این روی یوتیوب. حالا کار که در واقعیت کلی کار انجام دادیم که کارهای خفنی هم کردیم. بعد دیگه زده شده بودم. بعد یهو تو یه شب بارونی تصمیم گرفتم که یوتیوب رو دوباره شروع کنم، ولی خوب شروع کنم. حواشی دوست دارم. حواشی خیلی دوست دارم. با حواشی‌های قشنگ کلی مهمون داریم، پادکست بگیریم، آرتیست بیاد، چه میدونم فوتبالیست بیاد، بازیگر بیاد، هزار تا قصه دیگه ما داریم و به زودی شروع میکنیم. یعنی شروع کردیم دیگه. این ویدیو هم صرفا دارم میگیرم جهت اعلام حضور و اعلام برگشتم به صحنه و استارت دوباره یوتیوبم. حالا این وسط ها یه سری مشکلات هم خورده بود یوتیوبم و فلان و اینا، چون کشور عوض کرده بودیم. یه سری قصه ها اونور پیش اومد که هنوز حل نشده، باید حلش بکنیم دیگه. الان آوردمش این طرف، یعنی تمام اون سیستمی که تو ترکیه ثبت شده بود الان داخل امارات ثبت شده و خیلی بهتر شد دیگه. عرضم به خدمتتون این مدتم نبودم، واقعا یه جنگی بود بین من و تتلیتی های نادان. البته یک سریاشون نادانن و یک سریاشون خیلی بچهای خوبی هن، هنوزم باهاشون در تماسم، و یک سری دیگه نادان داشتن که اصلا اونا رو دیگه کلن از ریشه زده شدن که ادمین و حالا یه سری کاورزن و به قول گفتنی خودم آدمشون کرده بودم اومده بودن تو این داستان. اصلا اسمشون هم نمیخوام بیارم که اصلا قابل این نیستن که بخوام اسمشون رو بیارم، اصلا در حد و اندازه این نیستن. حالا ولش کن، مهم نیست، عصبی نشو. خلاصه عرضم به حضورتون که این داستان دیگه پیش اومده و اینا، ما تصمیم گرفتیم بذاریم کنار دیگه، چسبیدیم به کارهای دیگه، موزیک ویدیو، نمیدونم فلان کارهای دیگه. و قبلش هم ریاکشن و اینا کار میکردم که دیگه دوست ندارم تو اون زمینه باشم. واقعا یه مدت فازشو گرفتم، دوست داشتم تو ریاکشن باشم، خیلی هم باحال بود. یه مدت کارهای سیاسی میکردم که به شدت پشیمونم، به شدت دیگه نمیکنم. یه مدت که 10 سال میکردم ولی دیگه نمیکنم. به من هیچ ارتباطی نداره. من یک ایرانی وطن پرستم و دوست ندارم برای وطنم مشکلی پیش بیاد، اتفاقی بیفته برای مردم، برای همه، برای هر ایرانی، کسایی که تو ایرانن. یه سری هم وطن فروش داریم که حالا ویدیوها داریم دربارش صحبت میکنیم، ویدیوهای بعدی صحبت میکنیم، حالا اونا رو اونجا توضیح میدم. باز میگم این ویدیو صرفا برای این بود که بگم من برگشتم دوباره به روی صحنه ها و اتفاقهای خفن نگم برات دیگه. خلاصه اینو بگم که این سر داستان راستش تتلیتی ها بود. حالا فکر نکنید مثلا چون شما اومدید 4 تا 7 زدید من کار نکردم، نه، خواستم تمرکزمو بذارم رو بیزینس های دیگه. ترجیح دادم نباشم که اصلا قاطی این داستانا نشم، ولی الان ترجیح میدم باشم. اتفاقا دوست دارم دونه دونه تون بیاید کامنت بذارید و خودم جوابتون رو بدم، مدل خودتون جوابتون رو بدم. همون جوری که تو دایرکت تو اینستاگرام خیلیاتون به من مسیج دادید، همون جوری هم میام جواب میدم. میدونید که من دهنم چاک و بس نداره. حالا الانم مؤدبانه نشستم، آره یکم دیگه یخم باسته دوباره شروع میکنم. بعد یه مسئله دیگه، راستی من رفتم ایران بعد از 10 سال رفتم ایران، فکر میکنم 6-7 ماه پیش بود و خیلی حال داد. اصلا رسیدم فرودگاه زار میزدم به خدا، خیلی حال داد. و مثلا خیلی ها رو دیدم تو خیابونیش که باورش نمیشد من ایران باشم. یعنی انقدر خوب بود، انقدر چسبید. یعنی وطن با یه آغوش باز منتظر بود. به خدا رسیدم اونجا، اصلا انقدر خوب بود واقعا.
هیچ جا واسم مثل ایران نمیشه به خدا. خیلی خیلی خفنه ایران، خیلی مردمای خفن، بچهای بال. بعد اتفاقای بالی افتاد. اتفاقا چند تا تتلیتی دیدم، شاید باورتون نشه، و اینا آدمایی بودن که تو دایرکت به من فوش خارمادر داده بودن و با من عکس گرفتن. اصلا مگه داریم؟ به یارو میگم خب من نگفتی اینجا به من نوشته بود من ببینمت میزنمت فلانت، بزن دیگه، میخندی. این همه‌شون میخوام بگم اینجوری ان، تبل تو خالی ان. خلاصه که این داستان حاشیه این آدم خیلی چرک بود، چون قضیه ناموسی بود من اومدم وسط و این داستان رو شروع کردم و خیلی هم آفتاب پرستن. یه سریا اون موقع، حالا نمیخوام برم دوباره تو اون موضوعات، الان دارم میبینم دوستای خیلی نزدیکش، حالا اون کسایی که همدیگه رو تو اینستاگرام فالو داریم نه، دوستای دیگه که الان فالو نداریم، و کلی با هم صحبت میکردیم، فش میدادن و فلان و اینا، الان شدن کاسه داغ‌تر از آش. نمیدونم اون از زندان زنگ بزنه، این اینجا کال کنه با اون یکی. میدونید چی میگم؟ اصلا خیلی برام عجیبه که اون موقع بر علیهش بودن، الان شدن مثلا حالا رفیق. اصلا پشمام ریخته. یه خلاصه که این بحث رو همینجا میبندیم. خواستم بگم که موضوع نبودنم فقط این داستان بود که پس فردا حرف و حدیثی نباشه، آی این یوتیوبشو با این آورده بالا، آی یوتیوبشو فلان کرده، بیسار کرده، اینجوری شده اونجوری. نه، کشیدم بیرون 2 سال خورده ای، بعد قوی بیام شروع کنم. واقعا قوی هم میخوام شروع کنم و موضوعات مختلفی داریم تو ویدیو. سعی میکنم به موضوعات روز برسم، بیایم با هم دیگه صحبت بکنیم. منم که نه سیاستمدارم، نه تحلیلگرم، نه چیزی، خیلی خودمونی نظرم راجع به خیلی چیزا میخوام بیام بیان کنم. موضوعات داغ روز، هر چیزی که هست، که به امید خدا فکر میکنم دیلی ویدیو باشیم دیگه، یعنی هر روز ما ویدیو بذاریم. بس یه انرژی خفن به من بدید و بترکونید دیگه. سابسکرایب کنید، چه میدونم اینستاگرام رو فالو کنید. یه شرکت جدیدم زدیم به اسم MKA Media Production. نگاه کنم. MKA Media Production. در آب بخورم. بعد قراره از طریق این شرکتمون کلی محتوای خفن بیاد بیرون که حالا کانال یوتیوب هم داره، کانال یوتیوبش هم اینجا میذارم، سابسکرایب کنید. قراره توش ویدیو آموزشی بذاریم، حالا آنباکسینگ و آموزش با تجهیزات و آموزش با دوربین و آموزش ادیت و خلاصه خیلی چیزهای خفن تو یوتیوبش میذاریم، به علاوه کارهایی که میگیریم. مثلا برای یه شرکت چه میدونم املاک یا هر چیزی ویدیو میگیریم، برای نمایشگاه ماشین ویدیو میگیریم، آموزش کالر گریدینگش رو میذاریم، آموزش ادیتش رو میذاریم، آموزش فیلم برداریش رو میذاریم، خود محتوای اصلی رو میذاریم و همین چیزا دیگه. اونم داشته باشید. دمتون گرم تا اینجا با من بودید و هر روز دیگه قراره منو ببینید با برنامه‌های مختلف. دوستتون دارم. سبد